مسئولان بازی‌های المپیک پاریس روز 2 آگوست سال 2024 در یک نامه رسمی از تاجیکستان برای بجای پرچم تاجیکستان آویختن پرچم تایلند رسما عذر پرسیدند. در نامه‌ای که پرزیدنت کمیته تدارکات بازی‌های المپیک تونی استانگه به نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون فرستاد، گفته می شود که روز 9 آگوست در مراسم سپردن مدال‌ها به غالبان مسابقه مشت‌زنی یا بوکس در وزن تا 92 کیلو در تالار رولان گاروس تشکیل کنندگان به اشتباه راه دادند و در نتیجه به جای پرچم تاجیکستان پرچم تایلند آویخته شد. تونی استانگه در نامش به امامعلی رحمون می افزاید: ما می خواهیم به برنده نشان برنجی جناب دولت بولتایف، کمیته ملی المپیک و مردم تاجیکستان برای این حالت نامناسب صدقاً عذر بپرسیم. ما پورا درک میکنیم که چنین اشتباه در چنین یک لحظه برای ورزشگر شما و مردم شما مهم میتوانست ضرر بزرگ برساند. کمیته تدارکات بازی‌های المپیک پاریس 2024 تمام کوشش خود را به خرج خواهد داد و از حد اکثر توجه و احتیاط کار خواهد گرفت تا که در آینده چنین اشتباه تکرار نشود. طوری قبلا خبر دادیم روز جمعه 9 آگوست سال 2024 در المپیاد پاریس در مراسم سپردن مدال‌ها به غالبان مسابقه مشت‌زنی در وزن تا 92 کیلو تشکیل کنندگان به اشتباه راه داده به جای پرچم تاجیکستان در بالای سر مشت‌زن تاجیکستانی دولت بولتایف پرچم تایلند را آویختند. یادرس میکنیم که در این وزن مدال طلا و عنوان قهرمان المپیک را لزیزبک مولاجانوف از ازبکستان، نشان نقره را لورن الفونسو که از آذربایجان نمایندگی میکرد به دست آورد. دو نشان برنجی را ایمانوئل ریس از اسپانیا و دولت بولتایف از تاجیکستان صاحب شدند.